نه فقط در زمینه مبارزه. ما سال گذشته، سال 403، حوادث طبیعی هم داشتیم، حوادث تلخ طبیعی. در طبس در یه معدن بیش از 50 نفر جان باختند. خب اینا حادثه است، حادثه های تلخی است. استعینوا بالله واصبروا. جواب حضرت موسی اینه: استعانت کنید به خدای متعال، کمک بخواهید، صبر کنید، شک نکنید. سرانجام این ایستادگی ها شکست دشمنانه، شکست رژیم خبیث فاسد فاسق صهیونیستی است.